تمام صحنه‌هایی که در طول تاریخ خیلی خیلی اثرگذار بودن برای آینده، من کلمه تماما در اصلاح نگوشتم اکثر گشترین هر چی که مربوط به بانوان بوده اتفاقات مثبتی بوده، اتفاقات بزرگی بوده. ما مدرسه ندهیم به روستای کناری چون 5 کیلومتر فاصله. حالا من وقت جاز کنم آیا من حاضرم چوک وقت چوکی که سوء تغذیه‌ای هست، چوکی که در فقر مطلق مالی به سر برن خانواده‌ای، چوکی که نه صبحانه گیدی نه نهار گیدی، شامیم که خدا معلوم که چی یا هستی یا نیستی، یه چوکی که با یک وعده غذایی ممکنه زنده بی آن با کمک خیری بشی. چطور از این روستا من اجازه بدم آموزپرورش اجازه بده 5 کیلومتر 4 کیلومتر 3 کیلومتر اصلا 2 کیلومتر بعد تو که اول ابتدایی برو روستای کناری دست کنی. بیا دل چمان چار کنه مرچی، سیاه شپان لونجین گار کنه مرچی، بوس کنه تو گوارام بسن بی ساری، سارو بی ساری سر کنه مرچی. گو الله پاکی ناما سلام درود و درابات پا گندوکان پایگاه اطلاع رسانی معیار جلی. مروچی ما را یک واجهی برات مهمانی یه واجهی برات رئیس آموزش پرورش چابهاری. واجه سلام جور و درد و برابرتان شما. من سلام وقت تقدیم کنم خدمت شما بانوان گوهر و امیدوارم که این مذاکره مفیدی بید. سلامت واجه وقت رو معرفی کنه پا گندوکان پایگاه اطلاع رسانی معیار جله و بگوش چین چو بعد شما مدیر آموزش و پرورش و فعالیت کنه گتان. شما بانوان گوهر من همایون امیری هم. اگر بحث مدیریت بگوشه که مدیریت آموزش پرورش در منطقه متفاوتی در استان بوده هم سراوان بوده هم من پشت حدود 3 سالی 6 سال هم تقریبا قصرقند بوده هم و الان هم تقریبا 2 سالی چابهار. اما اگر به لحاظ اجتماعی و فعال فرهنگی بچاره از ابتدای دروچه که فکر کنم چمانو پاچ کتو به یه سن بلوغ عقلی رسته بود، چیزی تقریبا حدود من بشم 25 سال. واجه شما باید راضیتان به عنوان مدیر آموزش پرورش و چون که اکثر گشتری مردمی که اصلا از نظر آموزش پرورشی ناراضی هستند در سطح کشورش یا پا ما رو گشتر بگشتم. من شما رو جز کنم این سال مردمه؟ واقعا سال مردمه. بیچاره منیگوار آموزش پرورش یک کلیتی هستی، چیز جامعیه نه؟ میشه که شما باشه که مردم از آموزش پرورش ناراضی هستند و اگر هم ناراضی هستند ما حق داریم به مردم یک قسمتی برگردی به عملکرد امثال من و همکاران من و کسانی که در آموزش پرورش خدمت میکنن در یک قصور ما را هم سهمی هستیم. یک قسمتی برگردی به خود مردم هم باید سهمات مشخص بکنه. من اگر به صراحت سوال شما را جواب دهم نه ما وطن راضی نه. برای چی بکنند که مردم راضی بودند که این قصورات رو دور بکنند؟ در راست خود مقام معظم رهبری در این کشور حتی در جهان اسلام وقتی که کلمه تحول استفاده کن تحول خاتمه ده با آموزش پرورش میشه. اگر قرار تحول تا جامعه شکل بگیری از آموزش پرورش درست. تمام نظریه پردازان بزرگان یه خبر کنن گوشه و بی یعنی هم راسته گوشه هر مشکلی که الان در جامعه هست، اگر فقر هستن، اگر مشکل تربیتی هستن، اگر مشکل اجتماعی هستن، اگر مشکل فرهنگی هستن، تمام برگردی به عملکرد آموزش پرورش. ما چی بوده که وضعیت موجود این وضعیتی که من به عنوان متولی آموزش پرورشم ناراضیم، مردم هم به عنوان ولی نعمت آیا ناراضیه. واجه بگشتم که آموزش پرورش یه نهاد فرهنگی چطور باشندی که
سیاست زده بود تایشه گشته پا گندوکم گشتم شما رو چه بیشتر فقط آموزش رو چالش بکنید خب کارم شه دیگه چه مردم جز کتر؟ مردم جز که نه که ما شما رو گوشینه دیگه آموزش پرورش البته من یه طوری پس من جواب بدم که واقعیتش من بودشم آموزش پرورش تمام تلاش بدی کتر یعنی از بالاترین رکنی که الان وزارت آموزش پرورشی تا هم پایین‌ترین رکنی که در سطح مدرسه و تا در مناقشات سیاسی دخیل نکرد اما ایشی که شما مردم به این نتیجه رسید که آموزش پرورش سیاست زده باز من گفتم که ممکنه حالا در آموزش پرورشی که با 1 میلیون نفر معلم 14-15 میلیون نفر دانش آموز و این حجم کثیر نفوذ در رخنه در خانواده شما هر خانواده بیچاره یا چوک دانش آموزه یا اعتماد معلمه بالاخره یکی از آموزش پرورش تأثیرش دیگه درسته بحث و بررسی و تحلیل و این تحلیلانی که نشده گیرن شما برگردی به همچی که هر کسی یک نماینده در این جامعه بزرگی هستن و حقی هستن اظهار نظر بکنن حالا الان بگوشن که سیاست زده هستن بله ایشیه که یه جایی من یک معتمدی مثلا من چوکی هستم درسته یا فلان مسئول دستگاه چه در خود آموزش پرورش چه خارج از آموزش پرورش بوهاری هستی براتی هستی شایسته سالاری زیر پا هلی با استفاده از اهرام قدرت یا اهرام نفوذ کلامی فشار یاری با آموزش پرورش که چوکی خارج از مبانی که تعریف میشه با آموزش پرورش براتی، بوهاری، فامیلی، آشنایی بیاین به یه درجه‌ای برسن به یه سطحی برسن که لیاقتش نیست ایشی بی بعد مردم معترض میشن آموزش پرورش سیاست نه در کل اگه شیم شریکه مسئول آیین جز همه گروه مردمه معتمد هم جز گروه مردمه معلم هم جز گروه مردمه تمام شاکله جمعیتی هم دیگر قوت آموزش پرورش سیاست نه سیاست های سیاست فرهنگی هم که من از کلمه سیاست دارم عملی استفاده میکنم یعنی ختمش و برنامه‌ای که گوشن که حالا سیاست فرهنگی یا سیاست برنامه ریزی مثلا یه موقعی که ما یه باید اصلاح کنیم ما کلماتی بیشتر برنامه و برنامه ریزی و تدبیر در آموزش پرورش استفاده بکنه تا مردم هم با یاد بگیرن که آموزش پرورش ارتباطی با سیاست و سیاست زدگی نیست. واجه که ما رو گوشش می دیدن و بانوانی که تحصیل کنند و انو که تحصیلی گیشتر هم جنینا تاثیری گشتگی ایشی گیشتر که ما رو گوشتن کاش که من اینا موجودی بودیم من شما رو در جز که شما به عنوان یک بانوی توانمندی که الان هستی در یک جایگاه از یک جامعه سنتی از یک روستایی به عنوان یک روستازاده‌ای که یحتگی حالا نمیشتگی الان خدا رو شکر به توفیقات شما خدا گیشتر بکن تا افزودن ببینی انشاءالله شما وقت آیا قبول هستین که الان بانوان ما نقش آفرین نه ولی ترجیحاً دیگه با جواب سوال شما رو بدم. درسته. جواب سوال شما این که من باید بگم که تمام صحنه‌هایی که در طول تاریخ خیلی اثرگذار بوده برای آینده حالت من کلمه تماما دارم استفاده کنم نگوشتم اکثر هر چی که مربوط به بانوان بوده اتفاقات مثبتی بوده اتفاقات بزرگی بوده نمونه شما در صحرای کربلای بیچاره نقش حضرت زینب
در تحریم اقتصادی زمان پیغمبر بیچاره، نقش حضرت خدیجه و تا همین الان یکی از مصیبت‌هایی که الان ما هستیم متاسفانه نه نگاه مسئولین، ما مسئولین منوط بشن اول. اگر قرار این که از 3 تا 4 تا معاونی که من هستیم اول معاونی انتخاب کنم، ترجیح میشین که آقای انتخاب کنم. نگاه درستی نه ها. ایشون یه نقلی که اصلا برای مواد وارده اون یک مسئول حالا مواد داره مثال جنو در جامعه همشه ما تا مخصوصا در یه استان ما از این تریبون من خواهش کنم کسانی که حالا توار من هش کنن بیاین با هم وقت همدیگه عهد ببندین، از یک جایی شروع بکنه، تلاش بکنه. مخصوصا الان تمام پیتوماتانی که هستن من گوشون که مخونته استان غالبا چند چوخانی در رنج تحصیل هم یا حتی که وارد بدنی آموز پرورش بودن دارن تحصیل کنن. شما کسایی هستن که حداقل به سواد رسانه‌ای دسترسی شهر. یعنی چی؟ اون دهه 60 هم پوری دهه نیمه دوم دهه 50 هم ایشان با رسانه بیگانه نه، با سواد ابتدایی بیگانه نه، با تعهد و روشنفکری بیگانه نه. الان دیگه پذیرفتن نه این که من این نگاه بی آقای فلانی این نگاه بی قسمتی هم که شما اشاره کرد در مورد گوشن که ترک تحصیل چرا در حوزه بانوان زیاده آیی هم باز به توجیهات غلط من مسئول برگردی، به توجیهات غلط مردم برگردی. ما هر جا که در مورد ترک تحصیل خبر بیگوشیم که برای چی جنینان ترک تحصیل کنن، لویت این که روی این موضوع در پوش بین سرپوش بین به جای حل مسئله صورت مسئله داریم پاک کنیم، کار راحت کنیم، بشه این که جامعه سنتی تعصب نظرم قومیتی، تعصب مذهبی، ولی شما با تو بونون با یه بانوی شوشی باوره؟ چه یه تعصب قومیتی یا تعصب مذهبی یا تعصب سنتی آیا اینقدر نقش هستیم؟ ولی آیا اینقدر نقشی پررنگین که بیاین که تمام صورت مسئله به همچین ختم بکنیم؟ من گوشم ضریبی هست دیگه 2%، 5%، 10%. من زمان که نصر رندتون از باید با همکارم دوستی که ما ناموشی ما خیلی آدم لحنتش و قوی بودم. درست. به تمام همکاران فرهنگی بودم و مردم بودم من سلام رسیدم قصران مردم خوب و قصران واقعا زحمت داد تا آیانه در آن مدت. اون برای بایدتون سواله که واقعا آیا هنچین که باشن که بانون نگاه سنتی جامعه باز بوده که بانوان ما درست مامانه یه آمار درگیری مثلا در فرض سال در سال ما یه نرخی هست در آموزگار کنم نرخی که ما ماندگار در تحصیل یعنی چی نرخی بشی که شما مروچی 100 تا دانش آموز اگر وارد اول ابتدایی بودین چون دیپلم گرفت ما تا دیپلم خورد این نرخ تا شهریور حسابی ما تا خردادی شیدری و آمده ما چارت از هر مثلا در سال 88 من یاده که 1625 دانش آموز ورودی هست که سرکنده ورودی در سال مثلا 11 سال دیگه 12 سال بعد به پیش از دیپلم که رسته 125 تا تقریبا یهدتن به پیش از دیپلم رسیدن. نرخ که چارت ما یه چیز عجیب متوجه بودیم قالبشی دخترانه دارم با یه تفاوت معنا داره. بعد خب چرا دختران؟ یعنی واقعا شان تمام پیت ماتا نهشتگن یعنی تمام جامعه سنتی و مذهبی حاکم بوده که شان نرفته درسش نمانده رفتن 4 تا مثلا توی حوزه کاجر یه حوزه‌ای که تقریبا 60-70 کیلومتر عمقی ها جاده هم از وسط رودخانه گذی
خیلی صبر و خیلی صبر بودیم. ممکنه تا 4 ماه 5 ماه آب بیان راه مبی 26 7 تا فکر کنم روستا هستم بودم. در این 26 7 تا روستا یک مدرسه راهنمای دخترانی بوده نیست. راهنمای چه ابتدایی ما شد تندیت بشی کهیر چیرا ما درس وانتا یک گازی چیرا ما درس وانتا. خب که مشخص نیست. ولی دانش آموزی که بودن ابتدایی درسی وانتا باشی رسی به پای پنجم به پای ششم چی کجا برو درس وانی؟ جای سوال دیگه. ایدین که نقش سنتی پررنگ تر بی بشی شهر من اعتماد بشن دیگه. من یه دختر که ابتدایی که مثلا الان سنی رسته به 12 سال چه کجا دیم دون؟ ورکی دیم دون هم جنینه. درست. جنین یه تقدس گشتری بر ما در جامعه اسلامی هستن دیگه. اصلا جنس یه جنس متفاوتیه. ایشی این که ادان نگاه سنتی تعریف بی برای چی تعریفی؟ ما چارچوب فراهم نکته، سخت افزاری آماده نکته. ما رفتیم در یک روستایی در قصران متوجه یک نفر در از زمان حضرت آدم تا الان یک دیپلم خانمی که نیهچی آقا هم نیها نیست واقعا هم نیست مثلا ابتدایی ها راهنمایی ها. خب چرا نباید ببین؟ چهار تا که مثلا ایشی تا 70-80 کیلومتر فاصله یه دانش آموزی که 5 صبح من سوال می‌نویسی بکنی تا یه جاده سواری بود 3 ساعت طول کشید برو برسی کدی برو کدی برگردی کدی درس بخونی. خب بچه‌لو کن با سرویس روستا مرکزی آزمون شده تندر روستا. خب توفیق کیفیت آموزشی بری حاصل نبود تا این اتفاق کرده. ولی دختر کن 9 تا دانش آموز ما آیت پایلو در روستای کم 10 تا دانش آموز ما آیت با کمک فرماندار چون در چتر حمایتی قرار داد. نیروش این تخصصی از محل همین نیروی خرید خدماتی که دارن زحمت کردن. 6 تا نیرو تخصصی ما دادن. یه دکتر کنم. کتاب دادن، جزوه دادن. بهترین رتبه انسانی در کل استان سیستان بلوچستان تا قسمت جنوبی در قسمت بلوچستان ما یه دکتر که به نام گوهر یزمن خانم عامر کهنی از همه دانش آموزی که پایه ضعیفه ها این عاده نفر دیپلم خردادشیه. تمام والدینی که ودانتن یهتن با زبان تشکر اشیش گوه گوشتش که ما ممنونیم که مروچی فرصت فراهم بوده چون که ما از راهنمایی ما حیرانیم دیگه کجای دیم بدهیم درس بانی روستا مرکزی وقت درد با که فاصله روستای کناری 10 کیلومتر بی 20 کیلومتر بی 30 کیلومتر بی نه اینکه 100 کیلومتر منطقه صعب العبور ببین. ایشی وظیفه منه به عنوان متولی آموز پرورش سخت افزار آماده بکنم. یه جای آیین‌نامه ها و برفنامه هایی که تو تهران نویسک بین وحی موزل که نه. من باید تدبیر بکنم در آموز پرورش در آن منطقه با کمک فرماندار با کمک مسئولین بومی که در شهر روستا هستن یه آیین‌نامه با توجه به نیاز مردم تغییر بدم. خیلی چی منصب پچوده و چرا یه نگاه باید ببینی که این روستا تا روستای کناری 5 کیلومتر فاصله 4 کیلومتر فاصله ما مدرسه ندهیم به روستای کناری چون 5 کیلومتر فاصله حالا من البته جز کنم آیا من حاضرم چوک باته چوکی که سوء تغذیه‌ای هست چوکی که در فقر مطلق مالی به سر بین خانواده‌ای چوکی که نه صبحانه گیندی نه نهار گیندی شامیم که خدا معلومه که چی یا هستی یا نیستی یه چوکی که با یک بنده غذایی ممکنه زنده بی آن با کمک خیری بشی چطور از این روستا من اجازه بدم آموز پرورش اجازه بده 5 کیلومتر 4 کیلومتر 3 کیلومتر اصلا 2 کیلومتری برای چوک اول ابتدایی برو روستای کنار درس کنی نبی شان که این موضوعش ایجاد کده من خلاصه بکنم همون جمعندی سوال شما چیه که نبود سخت افزار در خیلی از مناطق ما اصلا من کسو زیر کپری ببی ولی ببی فراهم ببی باید تخته برای دانش آموز دختر ما
نگاه سنتی عدم حمایت آموزش پرورش در نه همه آموزش پرورش، در بعضی از جاهایی که این مشکلات بودن ایجاد بودن، نه نگاه کلیت وزارت آموزش پرورش، نه نگاه کلیت استان در اداره کل آموزش پرورشان. حالا استان متفاوت ما بحث کنیم، و سیستان بلوچستان که بحث نکنیم. با پاکنگ صورت مثلا سهرکنگ یک پاسخ که مردم نیلن چوکان درس بانه باعث بانی مشکل بوده و دلیل همیشه چوکان مردین تو نه سوال موتوری هم بره و جنی و نتونی سوال موتوری برونه پیاده هم تونی بتا چی پیاده هم تونی برونه ایشی بوده دلیل ایشی گشتی که تارکان تحصیل جنی نه ایشی مرا تحلیل مواد هم نظرم شما که باجا انگت کلاس 60 نفره هستی و یه گپ حقیقتی گپی چی گشته که ما رو بگوشید؟ چابهار گوشه دیگه احتمال چابهار رو گوشه چابهار حالا 50 و 60 برادن زیاد فاصله ایش نیست ولی یه طور کار گوشون که این مشکلات هم هستین طبیعی هستین. من در ابتدای اراده من خدمت شما گفتم من یه جای رئیس آموزش پرورش بودم که اصلا کل منطقه صعب بوده هیچی که یک متر جاده آسفالت آزمانی که ما رفتیم تا مرکز بخش آسفالت دیگه کلی خاکیه. روستا هم صعبالی بود پراکنده از هم دیگه دور حک اصلا مصیبت بخش بمپوش ما هشته احتمالا درسته. من بودم کل جمعیت دانش آموزی آن مدت 3200 دانش آموزه آزمانی که ما سالی که بودیم 10 سال پیش. بعد من همین الان در حاشیه شهر چابهار و دو اتفاق که پیش مشکل فضا آموزشی شهر چابهار متاسفانه به این وضعیت بغرنج رسیده بوده. چه اتفاقی کرده؟ یک ایشین که مردم ما در چابهار پک وش کنن شهری منتقدم هستن اما من دوتون جستش بکنم این دریای به عظمت باشم من مهشکوته حداقل 3-4 هزار تا لنج دارم و مایه بدان هستن در همین اسکلیم و پکن چه هواری هم دیگه مش هستون چه هواری قریبه و نه برای چوکان وقت چیکار بوده یحتنگ هم بگستین که این چوک من کلاس 60 نفره درس وانی و چطور وجدان راضی بی این چوک در محیط گرم اصلا شبیه مدرسه نه فضاهای اجاره‌ای اصلا عجیب و غریب در یه آشپزخانه اوپنی 30 نفر برن درس بانن نقش من چیه برای چوک بود بدون کوتاهی بود خدا من گوشم مردم چابهاره واسه یک کار عدم ورودی به کمک به آموزش پرورش من گوشم که من دعا کنم عاقبت بخیر ببین ها دنیا ولی خدا بکنم عاقبت بخیرش بکنم. من گوشم که یه رسالت دینی بوده ورودش نکرده اصلا باید پاسخگو بند یارگاه خدا تبارک تعالی باید پاسخگو بند خود مردم باید پاسخگو بند چی ورودش نکرده چرا وقتی خدا داده این ثروت خدا داده این تواناییش هستین این همه سفره‌های رنگیشان پخش کنن برای نام در کنن هزینه کنن ولی برای چوک باید هزینه نکنن. بعد گوشن که خب نقش آموزش پرورش چی بوده نقش نظام چی بوده نظام خیلی میتونه ورودی بوده آموزش پرورش خیلی هزینه بوده ولی شما در نظر بگیری در این 20 سالی که خردسالی بوده جمعیت چابهار 20 سال پیش چین بوده الان چین شده همین امسال با سال بعد چین شده ورودی دانش آموزی چابهار تنها جایی که ما در یه سری از مناطق کشور نرخ زاد ولد ما منفی بدون نرخ ورودی با آموزش پرورش هر سال از این سال تا سال 17% 20% ممکنه به جامعه آماری آموزش پرورش اضافه بی شما جایی بیتن که درس بونه نه درسته آموزش پرورش مقصره حالا این یحتگم ما خواهش کردم رفتگیم به سمت خیرین یه جای من هشکوت از من نقدش کردم گفته که آقای امیری باید خیرین من نظرم چی چطور نقدیه ارتباط نظرم رفته یه جای صحبتش کردم نقدش از من نظرم نقدی بود تقریبی بود گفته که آقای امیری با خیرین ارتباط فراسازمانی هست چی بگیره جیبی کنید
بابا جان آقای امیری اگر اون وظیفه این اصلا نوکری خیره بکن، لوک خیر برو، دست خیره به چوکی، پا خیره به چوکی، عرض به حضورتون اگر مردی نبی اگر جنین نبی تکریمی بکن. خب در مقام گوهاری و خیر حرمت بودی، خیر عزت بودی. خیران یحتاجن همین الان من به جرئت بشم با کمک خیرین گشتر ملی، البته گشتر ملی من میشم بازم خیرین بومی ما ورودش کده، اما نقشش خیلی کم رنگه. در این یه سمت که انشالله یه دوره که شما را هستیم حد اکثر تا انشالله من اگر پروژه 1 ساله البته تمام کمتره شما چون پروژه شروع بوده که خیرین شروع بوده دارم بندم تش انشالله این موضوع حل ببی. من یک گلایه دیگر هم هستیم به خدا تا زمانی که ما همین الان 100 تا پروژه تخصیص دهیم بوده برای آموزش پرورش توضیح بوده، سهم چابد بوده 1 4 کلاسه، یه منطقه‌ای که سرانی 3 برابر چابهاره در همین همسایگی من گوشن که آیا محرومن آیا حاشیه‌اند، شما چابهاری، چابهار نام بلنده و چابهار ما از همین نام بلند چابهار ما ضربه وارد اتفاقا. من خواهش کنم که هنچی که مارش کمک کرد تمام عزیزان بیان دست به دست هم بدین تا ما این مشکل حل بکنیم. من اعلام قدردانی بکنم از آقای سیدی هم، چون آقای سیدی نه الان چون نماینده من یه خبر کنم، آقای سیدی قبلا که در شورا شهر بوده آقای هیچی قبل قانونی فعال فرهنگی اجتماعی اصلا عضو فعال مجمع خیری مساد بوده و خیلی جالبتری من شما رو بگم خدا رحمت بکنه جنت نصیب بکنه آقای مرحوم حمیدالله سردارزاییه اولین گروه خیرینی که به این منطقه چابهار پادش هشته حاجی حمیدالله سردارزایی آزمان یافتگن تو در تلنگ مدرسه شپش کده یک انجیوی مردمیش تشکیل داده و این مدرسه هم گشتر بودن و خدا انشالله عاقبت به خیری در یه دنیا که نصیب که حالا در دنیا هم انشالله نصیب بشه. آقای امیری به عنوان یک مدیر شما واتر چه نمره ای دایتا؟ من همیشه شاگرد اگه زرنگ نبود تنبل نبودم. درست. من مثلا که این نمره این که اولا خداوند تبارک و تعالی باید بده و مردم باید نمره بدن. بهترین نمره این که مردم دهن نقد بکنه ما را، اما نقد تا تخریب متفاوته. کسی که یه مروسی به شما خدمت شما بگم یک براتی از من حالا چه همکار فرهنگی بی چه معتمدی بی چه مسئولی بی یه آموزش پرورش من نتونم اصول اخلاقی بیلون زیر با حق یک دیگه چیز کنم بدون دیگره ایشی من بگم بد روزگار ایشی به نظرم بی انصافی ایشی سکین بی انصافیه و آجایی هم که نقد با کمال میل هم هرام بشم که این صحبت اتفاق من خوشحال بودم که صحبت‌های صحبت‌های مردم هستن. آجا باز منتوار چشمه عبرام گپ و گالام و باز بهر برده. سلامت به فقط من از یه تریبون با نقطه همه خبر پایانی از مردم خواهش کنم. یه خواهشی از تمنایی از قول معروف از مردم بود کنم فرق نکن ترک ببن، عرب ببن، عجم ببن، شیعه ببن، سنی ببن. خوشبختانه این نگاه مروچی جمهوری اسلامی نیه. خواهش میشه این که هنچی که شهر خبر کنی، شهر نقد کنی وطن بیای پای کار. اولین نقد شما قبل چیه که من آموزش پرورش نقد بکنی، فرماندار نقد بکنی، نظام نقد بکنی، حکومت نقد بکنی، دولت نقد بکنی. من کار با بخشان حالا نیستم و آموزش پرورش تگوشون گشته شما چی افتار آموزش پرورش برای چوکامتون نقطه‌ای که من اشاره کنم اگر سرانه فضا فیزیکی یعنی چی؟ یعنی به ازای هر متری دانش آموز یا جای کشور 10 متری میانگینی
حدود 5.5 مثلا در شهربار رو داریم، اصلا در شهربار شهرستان 1 متر. خب نقش خود شما مردم چی بوده؟ دوم بعد به سراغ مسئولین. حالا مسئولین کوتاهی که همچنان شما بگم که مسئولین ما هم عدالت سخت مهمه، مقوله دنیا با جواب بده. اگر تبعیضی ببین چون من رو دوستره من شرطه خبر کنم من گشتر بچاره به خاطر من بچاره، نه من گوشم چیزی که مبنای روی کرد باید ببین چی واقعیت این که روی زمینه. ایشی هم استدلال من از مسئولینه و حال آموزش پرورش ما روی چه شربی که هم شما به عنوان موجودی که دانشتگی احساس آرامش بکنید از آموزش پرورش، هم من که با تو الان آرام ببون، هم فرهنگیان ما احساس آرامش بکنن و هم عموم احاد جامعه باشین که حال آموزش پرورش نوشی شهر باشین حالیه دیگه. ما را از 1600 تا ورودی به یک پای اول ابتدایی 100 تا به دیپلم نرسن. حال آموزش ما روی چه شربی که دانشگاه ما باشی آموزش پرورش مقصرین، آموزش پرورش ما باشی مردم مقصرین، مردم ما باشی که آموزش پرورش و دانشگاه مقصرین و این دور باطل هی تکرار بید. حال آموزش پرورش آروچی خب بید که ما با انصاف بچاره با انصاف بین بازم منتوار که یک تام دعوتو قبول کرد. منتوار شما گندوکان پایگاه اطلاع رسانی معیار جله که گما را برو همراه